نشنیدم نگوید، نفهمیدم نگوید. به مناسبت دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک سنه 18 دکبر سال 2021 در دهه چینور شهر پنجکند با ابتکار حاجی محکم‌بای مسابقه بزکشی برگزار می‌گردد. غالبان را تحفه های کلان از جمله 5 شتر، 7 اسب، 15 گوساله، همچنین تحفه های پولی در حجم از 500 سومانی تا 1000 سومانی و تحفه اساسی شاه جایزه اتومبیل انتظار است. در مسابقه چوبندازها از جمهوری تاجیکستان و ازبکستان اشتراک خواهند کرد. همه مخلصان مسابقه بزکشی را سنه 18 دکبر سال 2021 در دهه چینار انتظاره. ثبت پوره این مسابقه را در یوتیوب کانال تیوی سیما با صفت بلند تماشا کرده می توانید.